زمزمی معارف. پرسش از شما و پاسخ از ما. همراه ما باشد در برنامه زمزمی معارف با حضور کارشناسی عالی قدر استاد نصیب الله عمر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم و تحیت الهی رو خدمت شنوندگان عزیز و عزیزانی که برنامه زمزم معارف را از رادیو مهر گوش می کنند و ما را سرافراز می کنند. در این برنامه به یک سوال بسیار مهم و شاید یکی از سوالهایی که باید امروزها به این سوالها پرداخته شود به پاسخش می پردازیم. یکی از دوستان از روسیه سوال کردند و گفتند که من در روسیه کار می کنم و کارم بسیار وزنین است. به علت وزنینی کار نمی توانم روزه بگیرم. آیا می توانم به این دلیل روزه نگیرم؟ زیرا اگر کار نکنم هم خودم و هم خانواده ام به مشکلی می افتند. بنابراین حتی 1 ماه هم استراحت نمی کنم. ما امروز نیز به این سوال یک پاسخ اجمالی و کوتاه می دهیم و بعداً به تفصیل می پردازیم. در پاسخ اجمالی این سوال کوتاه می گوییم شخص باید با نیت روزه به سر کار حاضر شود و اگر توانست و تاب آورد روزه اش را تا پایان روز می گیرد و خداوند را شکر می کند. اما اگر تاب نیاورد و توان ادامه روزه را در هر قسمت از روز از دست داد، به خاطر عذر ضعف بدنی می تواند روزه اش را بخورد و قضای آن روز را بعداً بجا آورد. در این برنامه ما به یک پرسش از برادرانمان که از روسیه برای ما فرستادند میپردازیم که در ارتباط با علت وزنینی کار آیا میتوان روزه را نگرفت و در روز دیگر و در روزهای دیگر سال اون را قضا کرد؟ برای به تفصیل پاسخ دادن به این سوال چند نکته رو یادآور میشوم. برادر عزیزی که این سوال را داده اند به صورت یقین از جانب خیلی از هموطنان عزیزمان پرسیده اند و این پرسش خود نشان دهنده ایمان و دغدغه قلبی مبارک است که برای انجام وظایف و تکالیف دینی بی تفاوت نبوده و حتی در سخت‌ترین شرایط از وظیفه شرعی غفلت نمی کنند و جهت انجام دادن آن سعی و تلاش خود را می نمایند. در پاسخ به این پرسش به چند مطلب اشاره می کنم. مطلب اول آن است که کسانی که برای رزق و روزی حلال و تأمین نیازهای خود و خانواده اشان زحمت می کشند در حقیقت در حال عبادت و بندگی خداوند متعال هستند و به دستور خداوند و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عمل می کنند. خداوند در سوره ملک آیه 15 می فرماید هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه. او آن ذاتی است که زمین را برای شما رام قرار داد، رام گردانید، پس در پهنا و گستره زمین رهسپار شوید و از روزی خدا بخورید. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند طلب الکسب فریضة علی کل مسلم و مسلمه. امام محمد شیبانی این روایت را در کتاب الکسب خود روایت نموده است. یعنی
حضرت پیامبر فرمودند به دنبال روزی حلال رفتن و کسب کردن بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. پس خوشا به حال کسانی که در پی رزق و روزی حلال هستند و در بندگی خداوند موفق و پیروزند. مطلب دوم آن است که وزنینی و سنگینی کار سبب می شود تا انسان برخی از عبادتهای فردی خود را نتواند انجام دهد و یا به سختی انجام می دهد. روزه از جمله عبادتهای مهم فردی است که در ماه رمضان فرض بوده و جلوه جمعی به خود می گیرد، چون که همه مسلمان ها در گوشه و کنار دنیا با هم روزه می گیرند. پرسش این است که آیا می توان به دلیل سختی کار روزه نگرفت؟ اگر مراد روزه غیر ماه مبارک رمضان باشد، مثل روزه قضا، روزه مستحبی، روزه های نذر و امثال آن، اشکال ندارد، هیچ مشکلی نیست که روزه نگیریم. یعنی کارمون سخته، اون روزه قضا یا روزه مستحبی رو نمیگیریم و چون این روزه ها را در وقت دیگر و مناسبتر انجام میدهیم. اما اگر مراد از روزه ماه مبارک رمضان باشد، باید توجه کنیم که خداوند متعال فقط و فقط برای 2 نفر اجازه روزه نگرفتن را در ماه رمضان داده است. 1 شخص مسافر و 2 افراد مریض و بیمار. به تعبیر دانشمندان علم فقه، علت حکم جواز افطار در ماه رمضان 2 چیز است. 1 سفر، 2 مریضی و بیماری. یعنی به علت سفر و مسافرت و به علت مریضی و بیماری خداوند به شخص مسافر و افراد مریض و بیمار اجازه داده است تا در آن روز از ماه رمضان روزه نگیرند و در روزهای دیگر که مسافر نیستند و یا از مریضی به سلامت رسیده اند قضای آن روز را انجام دهند. در سوره بقره آیه 185 می‌خوانیم: استعیذ بالله فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. پس هر کسی از شما این ماه را درک کند باید آن را روزه بدارد و کسی که بیمار یا در سفر است باید به شماره آن تعداد از روزهای دیگر را روزه بدارد. خدا برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد. و مطلب سوم و آخر و پایانی این که حالا از یک طرف کار سنگین و طاقت فرسا و از طرف دیگر روزه فرضی ماه مبارک رمضان، چه کار باید انجام داد؟ آیا سر کار نرویم، به جستجوی رزق روزی حلال نباشیم و خودمان و خانواده رو به مشکل گرفتار کنیم و بگوییم در ماه رمضان روزه بگیرم؟ یا اینکه نه اصلا بی خیال روزه ماه رمضان بشیم؟ چه کار باید کنیم؟ در جواب، اولا به خاطر کار وزنین خداوند خوردن روزه در ماه رمضان را اجازه نداده است، پس نتیجتاً باید روزه گرفت. اما زمانی که انسان در هر قسمت از روز توان ادامه روزه گرفتن را نداشته باشد، میتواند روزه اش را بخورد و یک روز دیگری از روزهای سال را قضای آن را به جا بیاورد. پس راهکار اساسی در این مورد و در این مشکل آن است که شخص با نیت روزه به سر کار حاضر شود، یعنی سحری کند، نیت روزه رو بگیرد و انشاءالله سر کارش برود. اگر توانست و تاب آورد، روزه اش را تا پایان روز میگیرد و خداوند را شکر میکند که توفیق انجام 2 عبادت را بهش داد: 1
طلب روزی حلال و 2 روزه ماه مبارک رمضان. اما اگر تاب نیاورد و توان ادامه روزه را در هر قسمت از روز از دست داد، به خاطر عذر ضعف بدنی می تواند روزه اش را بخورد و قضای آن روز را بعداً به جا آورد، چون ضعف بدنی عذر شرعی است و خوردن روزه نیز به این عذر رخصت داده شده است. امیدوارم که پاسخ این پرسش هم مورد توجه عزیزان قرار گرفته باشد. خداوند همه ما را در انجام وظایف و تکالیفمان موفق گرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org